سلام، شبتون بخیر. به بخش خبر راه شب خوش آمدید. ابراز تأسف سازمان جهانی بهداشت از اقدام نسنجیده دونالد ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی امریکا را از سازمان جهانی بهداشت خارج کرد و به کمک‌های مالی امریکا به این نهاد وابسته به سازمان ملل پایان داد. سخنگوی سازمان جهانی بهداشت ضمن ابراز تأسف از تصمیم واشنگتن برای چنین اقدامی از دولت ترامپ درخواست کرد تا در این تصمیم بازنگری صورت گیرد. درخواست مدیر کل آژانس برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در نشست داووس از ادامه غنیسازی اورانیوم توسط ایران خبر داد و خواستار از سرگیری مذاکرات شد. برنامه هسته‌ای ایران پس از خروج امریکا از برجام با چالش‌های متعددی روبرو شده است. علیرغم برگزاری 8 دوره مذاکره در وین و تلاش‌های دیپلماتیک، هنوز توافق جدیدی حاصل نشده است. ایران بر آمادگی خود برای دستیابی به توافق پایدار همراه با لغو تضمین شده تحریم‌ها تأکید دارد. بر اساس تحلیل کارشناسان چینی، بازگشت احتمالی ترامپ به کاخ سفید می‌تواند منجر به آغاز دور جدیدی از جنگ تجاری میان چین و امریکا شود. چین با در اختیار داشتن ابزارهای متنوع اقتصادی از جمله امکان محدودسازی صادرات منابع استراتژیک، آماده مقابله با این چالش است. این در حالی است که تجربه دور قبلی جنگ تجاری نشان داد اعمال تعرفه‌ها نتوانست مشکل عدم تعادل تجاری را حل کند. در اقدامی قابل توجه، دونالد ترامپ از طریق پلتفرم ایکس اعلام کرد که روند گسترده‌ای برای تغییر در انتصابات دولت قبلی آغاز شده است. در اولین گام 4 مقام ارشد از جمله برایان هوک، نماینده پیشین در امور ایران، از سمت‌های خود برکنار شدند. ترامپ تاکید کرد که این تغییرات در راستای سیاست بازگرداندن عظمت به امریکا ادامه خواهد یافت و هزاران انتصاب دیگر نیز مورد بازنگری قرار خواهند گرفت. کانال 12 رژیم صهیونیستی امروز گزارش داد که استعفای بن گویر، وزیر افراطی رژیم صهیونیستی که همراه با وزرای حزبش مخالف آتش‌بس در نوار غزه بودند و به دلیل اجرایی شدن آتش‌بس استعفا کرده بودند، امروز وارد مرحله اجرایی شد. سخنگوی وزارت خارجه قطر تلاش برای آتش‌بس دائمی در غزه ادامه دارد. در این گزارش سخنگوی وزارت خارجه قطر به تشریح آخرین وضعیت مذاکرات آتش‌بس در غزه پرداخت. وی ضمن ابراز خرسندی از موفقیت مرحله اول تبادل اسرا از تلاش‌های جاری برای اجرای مرحله دوم خبر داد. پوتین: همکاری روسیه و چین نقش تثبیت کننده در امور بین الملل دارد. در نخستین روزهای سال 2025 رهبران روسیه و چین در تماسی تصویری به بررسی روابط دوجانبه پرداختند. اعلام جزئیات سفر رئیس جمهور به خوزستان، بازدید از مناطق محروم در دستور کار است. محمد رضا موالیزاده، استاندار خوزستان، اعلام کرد رئیس جمهور فردا چهارشنبه به خوزستان سفر می‌کند. دیدار با اقوام، نخبگان، کارآفرینان، فعالان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ورزشی از جمله برنامه‌های رئیس جمهور در این سفر است. دکتر پزشکیان در سفر به خوزستان از مناطق محروم بازدید خواهد کرد. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح: رهبر انقلاب اجازه ساخت سلاح هسته‌ای را به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نمی‌دهند. امام اجازه استفاده و کار بردن سلاح شیمیایی حتی نسبت به نیروهای دشمن را هم صادر نکردند و بر اساس همین دکترین هست که مقام معظم رهبری اجازه ساخت سلاح هسته‌ای رو به نیروهای جمهوری اسلامی نمیدهند، چرا که سلاح هسته‌ای سلاحی است ویرانگر که بر علیه بشریت استفاده می شود و نباید به هیچ وجه از آن استفاده کرد. گزارش یک شرکت دانش بنیان خصوصی به رهبر انقلاب که مشغول تولید چاپگرهای سه‌بعدی قطعات فلزی است. این یک قطعه توربین‌های گازی هستش که مستقیما پرینت شده و عمر این قطعه 4 برابر شده به نسبت روش مشابهش. این توربین گازی هستش مدل H25 که توربین‌های تولید برق استفاده میشه. همینطور توی قطعات پزشکی هم همینطور بیش از 1000 بیمار با این روش تو کشور درمان شدن. اینجا ایران تنها تولید کننده این دستگاه‌ها توی منطقه هست. این دستگاه پرینتر سه‌بعدی فلزی یا چاپگر سه‌بعدی فلزی رو تولید می‌کنه.
برکناری مدیر روابط عمومی معاونت هنری وزارت ارشاد پس از انتشار عکسی بی‌حجاب از دختر نوجوانش. سعید اسلامزاده مدیر روابط عمومی معاونت هنری وزارت ارشاد پس از چند حاشیه برکنار شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز جایگزینی برای این مسئولیت مطرح نشده است. آزمون آیین‌نامه رانندگی حذف شد. رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد طبق آخرین اصلاح آیین‌نامه که ابلاغ شده به استثناء گواهینامه پایه 1 برای گرفتن گواهینامه سایر پایه‌ها دیگر نیازی به شرکت در آزمون نیست. حذف آزمون آیین‌نامه شامل گواهینامه‌های ویژه از جمله تراکتور و لودر هم می‌شود. در ادامه چند خبر از دنیای پرهیجان ورزش رو با صدای سجاد میشنوید. با تشکر از فرشته، به نام خدا سلام. با اخبار ورزشی راه شب در خدمتتون هستم. کارت بازی کوجو و آزادی صادر شد. جوئل کوجو مهاجم تیم ملی قرقیزستان و محمد رضا آزادی که به تازگی به استقلال پیوسته‌اند از دیدار آینده می‌توانند آبی پوشان را همراهی کنند. قرارداد این دو بازیکن امروز ثبت و کارت بازی آنها صادر شد و در صورت صلاح دید موسیمانه می‌توانند در دیدار روز شنبه آینده استقلال برابر ملوان به میدان بروند. اسکوچیچ: هر بازی ما از این به بعد حکم یک فینال را دارد. سرمربی تراکتور: از ابتدا به بازیکنانم، کادر فنی، باشگاه و همه هوادارانی که کنار ما بودند تبریک میگویم. هر بازی ما از این به بعد حکم یک فینال را دارد و سعی میکنیم بازی به بازی جلو برویم. بانوی تنیسور کشورمان با عبور از حریف فرانسوی به چین رسید. رقابت‌های تور جهانی تنیس ترکیه در شرایطی امروز دنبال شد که یاسمن یزدانی با عبور از حریف فرانسوی خود در مرحله بعد باید به مصاف تنیسور چینی برود. جلسه استیناف پرونده پرسپولیس و بیرانوند برگزار شد. جلسه رسیدگی کمیته استیناف به پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس از علیرضا بیرانوند و اعتراض طرفین به رأی کمیته وضعیت از ساعت 15 روز سه‌شنبه برگزار شد. در این جلسه وکلای باشگاه پرسپولیس و وکیل علیرضا بیرانوند حضور داشتند و درباره موضوعات مختلف و اعتراض هر دو طرف به رأی کمیته وضعیت صحبت شد. این پرونده به فسخ قرارداد بیرانوند با پرسپولیس باز می‌گردد، موضوعی که پرسپولیسی‌ها اعتقاد دارند غیرقانونی بوده است. بازگشت ورزشگاه تختی به چرخه مسابقات با دیدار لیگ یکی. دیدار تیم‌های فوتبال نیروی زمینی تهران و داماشیان گیلان در 18مین هفته از سری مسابقات لیگ یک فوتبال کشور از ساعت 15:30 روز پنجشنبه 4 بهمن 1403 در ورزشگاه تختی تهران برگزار می‌شود. مانچینی گزینه سرمربیگری پورتو. باشگاه پورتو که روز گذشته در پی تداوم نتایج ضعیف اقدام به اخراج ویتور برونو از سمت سرمربیگری این تیم کرد، حالا در تلاش برای انتخاب جانشینی مناسب برای این مربی پرتغالی است. برونو 42 ساله که تابستان اخیر جانشین سرجیو کنسیسائو در پورتو شد، تیم تحت هدایتش در 3 بازی اخیر متحمل 3 شکست شده است و همین باعث شد تا مدیران باشگاه پورتو به همکاری با او پایان دهند. رأی کمیته انضباطی دیدار پاس گرگان و شهرداری ارومیه اعلام شد. 7 جلسه محرومیت برای بازیکنان و مربیان، 2 سال محرومیت برای نجفی و طباطبایی، 3 جلسه محرومیت و جریمه 2 میلیاردی برای میزبان. آنجلوتی تاریخ انقضا ندارد. او مربی ابدی رئال مادرید است. آینده کارل آنجلوتی در رئال این روزها مبهمتر از همیشه شده و او سایه ژاوی را حس می‌کند، اما موضع باشگاه کاملا روشن است. با سپاس از همراهی شما، شب خوش، خدا نگهدار. فردا چهارشنبه 3 بهمن ماه 1403 خورشیدی برابر با 21 رجب 1446 هجری قمری و 22 ژانویه 2025 میلادی است. از اینکه با ما در این بخش خبری همراه بودین از شما سپاسگزارم. شب خوش، خدا نگهدار.